پرونده جنایتی نسبت دلشاد سید مرادوف یا دلشاد اسبه و 13 گمانبر شونده دیگر در ابوده و کشته شدن شورت اسمت اللهیف معاون رهبر اوریون بانک برای بررسی به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال شده است. در این باره داستانی کل تاجیکستان در پاسخ کتبی به درخواست از پلیس خبر داد. این نهاد دلشاد سید مرادوف را همچون رهبر گروه متشکل جنایتی نام برده گفته است او دستگیر شده است. پس از تفتیش پوره و خالصانه حالت کار، پرونده جنایتی نسبت به 14 نفر عیبدار شونده از جمله سید مرادوف صحنه 18 نوامبر سال 2023 با تصدیق فکر عیبدار کنی برای مویتا بررسی نمودن به سود عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. آمده است در پاسخ داستانی کل با تکیه به سری تفتیشات از دادن هر گونه اطلاع درباره مضمون و نشانداد و دیگر معلومات نسبت دلشاد سید مرادوف خودداری کرده گفته است که تا اعتبار قانونی پیدا کردن سند سودی افشای آن غیر امکان می باشد. دلشاد سید مرادوف کارمند پیشین وزارت کارهای داخل بود. از رئاست تفتیشات پرونده های جنایتی مخصوصا مهم داستانی کل کشور که درخواست با امضای سردار آن ارسال شده است با تکیه به ماده 15 کودکس مرافعه جنایتی تاجیکستان گفتند هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم دادگاه در صادر کردن جنایت گناهکار حساب نمی شود. گفته است این نهاد در ادامه داستانی کل با تکیه به این اساسها از دادن هر گونه معلومات در رابطه به این پرونده خودداری کرده است. قبلا نوار کوتاه بازپرسی دلشاد سید مرادوف به زبان روسی و عکسایش که در دست دولانه داشت در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. بعدا یک منبع از پلیس از مقامات قدرتی گفت که دلشاد سید مرادوف را در روسیه بازداشت و به دوشنبه آوردند. دلشاد سید مرادوف امروز 13 نفر در ابوده و کشتار شورت اسمت اللهیف بانکدار تاجیک متهم می شود. داستانی کل خبر داده بود که گروه متشکل جنایتی روز 23 ایون سال 2023 شورت اسمت اللهیف را در مرکز پایتخت کشور ابوده در یک دهه نویه ورزو با استفاده از قوه جسمانی الکتروشوکر، افتافین و دیگر تجهیزات تحت شکنجه قرار داده به قتل رسانیدند. به قبل این نهاد جسد بانکدار را به دریای زرافشان پرتافتند که بعدا دریافت و توسط تشخیص دنکه دندانهایش شناخته شد. به عقیده مقامات تاجیک دلشاد سید مرادوف پس از صادر کردن جنایت به روسیه فرار کرده است. امروز به او شریک دیگر جنایتی اکبر احمدوف هم به روسیه فرار کرده است. بعدا این نهاد گفت اکبر احمدوف در بازداشتگاه تاجیکستان است. از این بیشتر داستان کل کشور از بازداشت و استرداد یک نفر گمانبر دیگر در بودن قتل شورت اسمت اللهیف با نام بختاور سفروف 28 ساله از ترکیه خبر داده بود. ذکر کردن به مورد است که قبلا رستم اشرف یک شهروند تاجیکستان که در بودن و کشتار شورت اسمت اللهیف گمانبر میشد در فرودگاه کشنیوف مولدووا یک مرزبان و یک افسر امنیت را هدف تیر قرار داده چند نفر را زخمی کرد و در جریان عملیات بی‌ضررگردانی زخمی شد و در بیمارخانه درگذشت. یادآور می‌شویم که مقامات قدرتی تاجیکستان برای بازداشت اسمت اللهیف با همتایان خود در روسیه واخورده و گفت و شنیدها داشتند. حتی رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی کشور ضمن ملاقات خود با همتای روسش مسئله بازداشت دلشاد سید مرادوف را بررسی نموده بود. همچنین مقامات برای همکاری در بازداشت دلشاد سید مرادوف مکافات پولی وعده کرده بودند.